مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 26 فوریه خبر داد که یک ساکن جوان دیهه چاربوغ نویه ورزاب برای دغلانه ویرو نمودن ترتیبات جمعیتی و داد و فغان کردنش در بالای ماشین BMW به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. بنا به این منبع از جانب کارمندان میلیسای پایتخت شهروند سلیمانوف شمشاد بختیارویچ سال تولدش 1993 استقامت کننده نویه ورزاب دیهه چاربوغ برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شد. نامبرده سانه 24 فوریه سال جاری تخمینا ساعت 18:00 دقیقه هنگام در خیابان رودکی قرار داشتنش و بالای автомашین تمغه BMW رقم قید دولتیش 1001 O501 برآمده با آواز بلند داد و فغان نموده ترتیبات جمعیتی و آسودگی اطرافیان را خللدار ساخته است. همزمان این عمل خود را نمایشگرانه به نوار گرفته در شبکه‌های اجتماعی پهن نموده است که باعث واکنش‌های منفی استفاده برندگان شبکه‌های اینترنتی گردیده است. گفته می شود در اطلاع میلیسای پایتخت. اما پیرومان سبب در بالای ماشینش رقصیدن این جوان و خود ما چیزی نمیگویند. تنها گفته می شود که وابسته به حالت مذکور نسبت سلیمانوف شمشاد طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده در اساس قرار سود نسبت نامبرده حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد.